آیا تا حالا حس کردی که اطلاعات، ایده ها، پروژه ها، کارها و حتی یادداشت‌ها توی ذهنت پراکنده و درهمن و حتی ممکنه برای کار با هر کدوم از این مواردی هم که گفتم شما یک ابزاری رو استفاده کنید و همیشه به خودت میگفتی که کاش که یک ابزاری بود که من بتونم همه این کارا رو در یک جا انجام بدم و مدیریتش کنم و به صورت کلی زندگی و کارتون رو در یک جا مدیریت کنید. این مدل کار یعنی همین روشی که به صورت معمول الان دارید انجام میدید، نه تنها وقتتون رو میگیره بلکه باعث آشفتگی ذهنی هم میشه. مثل اینه که شما در یک جنگل انبوه از اطلاعات و کارهای مختلف گم شدید و هر بار که میخواهید تمرکز کنید روی یک کاری بازم نمیتونید و سردرد میگیرید. اما دیگه وقت خداحافظی با این سردرگمی است. من یک راه حل هوشمند و قدرتمند رو برای شما دارم. سوپر ایکس مایند. سوپر ایکس مایند یک تمپلیت پیشرفته نوشن است که شما به وسیله اون میتونید زندگی و کاراتون رو در اون مدیریت کنید. تصور کنید همه کارها، پروژه‌ها، یادداشت‌ها، اهدافتون و خیلی موارد بیشتر همه در یک فضای یک پارچه منظم و در دسترس در اختیار شما باشه. در واقع سوپر ایکس مایند مغز دوم قدرتمند و همه کاری شما در فضای مجازیه و دیگه نیاز نیست که بین اپلیکیشن ها و سرویس های مختلف مثل جیرا، ترلو، اپل نوت، گوگل داک، تودویست و خیلی اپلیکیشن های مختلف دیگه سرگردون باشید. همه چیز دقیقاً همون جاییه که شما بهش نیاز داری. خب بیاید یک خبر خفن دیگه هم بهتون بدم و اونم اینه که من اومدم در کنار آموزش جامع کار با این تمپلیت پیشرفته سوپر ایکس مایند دوره جامع آموزش ابزار نوشن رو هم برای شما آماده کردم و شما به صورت کاملا رایگان میتونید این ابزار پیشرفته و حرفه‌ای رو خیلی راحت یاد بگیرید. خبر خفن بعدی هم در مورد کسانی که میخوان در کنار مدیریت کار و زندگیشون تولید محتوا هم انجام بدن و من اومدم یک بخش بزرگ و پیشرفته دیگه هم در کنار سوپر ایکس مایند برای اونا درست کردم که به راحتی و به صورت منظم بتونن تولید محتوا انجام بدن و اسم این بخش پیشرفته و بزرگم کریئتور ایکس است. از جمله ویژگی‌های کریئتور ایکس هم اینه که شما میتونید به راحتی محتوای چند تا کانال رو باهاش مدیریت کنید. یعنی مثلا شما چند تا کانال یوتیوب یا اینستاگرام دارید و میخواهید روند تولید محتوای اینا رو مدیریت کنید. در نتیجه شما به وسیله بخش کریئتور ایکس در سوپر ایکس مایند میتونید به راحتی ایده های مختلف رو ثبت کنید، تحقیقات کلمات کلیدی برای هر کدوم از محتواتون انجام بدید و حتی ایده های مخاطبینتون رو هم دریافت کنید. از اون بهتر اگر شما سفارش پروژه محتوایی دارین خیلی راحت میتونید روند انجام این پروژه ها رو ببینید. زیرساخت اصلی این تمپلیت هم بر اساس دو تکنیک و روش پیشرفته GTD یا Getting Things Done و روش پارا از تییگو فورته است و در واقع این مغز دوم بر اساس این دو روش ساخته شده و در واقع شما مدیریت زندگی و کاراتون و به صورت کلی این مغز دومی که میسازید رو